من مهردادم، خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره با هم ماینکرافت بازی کنیم. قسمت قبلی اگه یادتون باشه رفتیم توی روستا یکم کار انجام دادیم. تو روستا فکر کنم با بعضی مبادله کردیم، تخت ساختیم، یه کلنگ نه شمشیر سنگی ساختیم. من یکم رفتم بازی کردم، رفتم یک دونه چی میگن جای نور گذاشتم، یه مزرعه خیلی کوچیک درست کردم. بله چغندر پیدا کردم. چغندرم فکر کنم تو اون قسمت بود، حالا نمیدونم که بود یا نبود، خیلی شاید بود. چی قراره با هم بریم دوباره ماینکرافت بازی کنیم. این قسمت قرار بریم سنگکنی و دیگه لطفا لایک و سابسکرایب بکنید یا همون دنبال کنید ما رو که نه منو دنبال کنید. حساب پلیر هم دنبال کنید، پسر خوبیه. آره دیگه دنبال کنید و حتما ویدیو رو لایک کنید و به دوستاتون پیشنهادش بدید. در این بازی ما چرا نمیاد بذارید اومد، من براتون ویدیو رو تا وقتی استوب میزنم تا بیاد. دوستان ببخشید من بازی لود شد، من اینو خفش کنم. آقا خفش بلکن. آقا ما درست نمیشه، چه کوچیکه. نمیارش پایین چرا اینا. دوستان نگه بازی روانی شده. دوستان وارد بازی میشیم، اینو نمیخوایم. آقا بازی کلان روانی شده بود. دوستان بازی دوباره اومد، بهتون میگم. زد من اینو بدم رستوب. بازی رو آوردم. حالا این نمیدونم چه کوچیکیه، بزرگتر باید بشه. لگم یکم داره تصویرم چون با اینترنت کار میکنه و یکم لگیه. ما اینو تا اینجا این سفر رو حذف میکنیم تا ویدیو بهتر بشه. 2 دقیقه است الان ویدیو رو شروع کردیم. بله 2 دقیقه است، واقعا لگ داره. وقتی ببینید من الان دستام داره با لگ کار میکنه. اگه شما دارید با وبکم نگاه میکنی، وبکم میگم اصلا دیوانه شدم. خب بس بریم برای بازی. ببینید من اینجا اومدم میگم به بازی نگاه کردم، به جهنم بازی. واقعا بازی تغییر کرده. ولی الان ما میریم تو همون دنیایی که خودمون یه بار رفتیم. با هم بریم. زبان بازی هم ایرانی کردم تا یکم برام آسون تر شه. نمیخوام کمک. آفرین درست شد. $0%. What؟ چی شد؟ دم داره گوشم چیز صدای اومد. 100%. نمیفهمم. حالا برحال ما به دیوانه بودن هدفون کار نداریم. بازی الان لود شده. بچه‌ها ببینید من یکم کار انجام دادم. بله 1 2 3 اصلا به صورت نگاه ببینید چه لگی داره یوزی. بذارید من اسکیپ کنم بعدش. بذارید فعلا چیز میکنیم. میخوایم بریم اچیومنت ها رو ببینیم. اینجاست یه همون پیشرفت ها.
من ماینکرافت قلب و داستان بازی. بله، با کلنگ چوبی سنگ بزن سنگی آهن پیدا کن، سطح لاوا. فقط باید بریم با این ندر یکی از اینا بخورم، سیبای طلایی، و باز واقعا پیشرفته شده. ای هویج طلایی، من تازه هویجم پیدا کردم، چیزی که هیچ وقت توی ورژن 1.13 بازی پیدا نکردم. این چه کاندو اصله، ولی من بلد نیستم بسازمش. حالا ما با اینا کاری نداریم. هر باز کنیم. ببینید من این چیز پیدا کردم. یه بار مردم. 2 سیب که قبلا داشتیم، یکی از اون استخونا به دست آوردم. کارایی کردم از اینا به دست آوردم بدونم، یعنی از اینجا برداشتم. آره دیگه این کارا رو کردیم و بقیه هم که خودتون میدونید. آها یه چند تا چیز دیگه هم انجام دادم، یه چند تا کار. ببخشید یکم لگ دارم، کارت گرافیک ندارم. بذارید یک ثانیه صبر کنید. دوستان برگشتم با بازی پر لگمون. ببینید اینجا بعضی که از این آتیشا درست کردم. اگه بازی ها نکردید گفتم حتما این ورژنشو انجام بدید تا اینا. ببینید اینا من هنوز امتحان کلمه های نون نمیتونیم بزنیمش اینجا تا بپزه. سیب زمینی چند تا روش پختم. حالا اگه رفت رو نه مشعل هم گذاشتم. ای بابا چقدر لگ داره. خب دوستان من الان بازی رو آوردم روی تخت خوابم هستم. صبح شد. به طوری داداش چیه؟ گردن شد جمعونه من باز معامله کنم. در بستی آفایی. و ما توی این قسمت گفتم قرار بریم قار کی بود کمودار بود. ایده هاشمون دشکان نرمش هم نمید برزد. این گندمات نمی رشد نمی کنن. چیه؟ اختاپوسه؟ اختاپوس که نمارده باز ما رو به شدت مسخره کرده. یعنی گفتم قرار بریم یکم معدن و بیاریم معدن یکم نون بزنیم. نون بزنیم تو باحال. من اینو میذارم اینجا و بازم با دیکوراسیون پشتم شما باید با من مواجه بشید. دکوراسیون بسیار زشت. شیشه هم راستی درست کردم، حالا بعدم بهتون توضیح میدم برشی. آقا احمق نباشید. ببینید میخوایم الان یکم باشید، میخوایم اینجا مشعل درست کنیم یا همون تورچ. 8 تا اینجوری میشه 9 تا. ببینید شیشه درست کرده بودن تا با شیشه یه دونه از اینا درست کنیم. اینا یک دونه شون 3 تاست. پس این نمیخواد درست کنیم. میخواستم میگم برای مجموع سازی یکم جلو برم چون دیدین که دستگاه مجموع سازی داره. و بریم برای سنگکنی یا آهنگنی. ازاقات سنگ زید یکم سنگ بکنم قبلش. اینجا با کلنگ چوبیمون بعدش یه کلنگ سنگی میسازیم. خب همینقدر بس سنگ داشتیم ولی
من فکر داره اینو بس داریم بذارین گوشت خوکمون اینجا بذاریم تا بتونیم از خوکم استفاده کنیم. به هر صورت چه حالی میده. بله نه کلنگ میخواستیم بذاریم. یه کلنگ سنگی چوب ببینید من میخوام همه این چوب رو تبدیل کنم به تخت چوب. تا از این تخت چوب رو مونیم به اینا. یه دونه کلنگ سنگی میسازیم. ببینم صدای من ضبط میشه چون یک چیزایی داره تو گوش من میاد. بله امتحان میکنیم. بله درست. خب قرار بریم یکم معدن کاری کنیم چون واقعا چیزی ندارم و باید طلا و آهن به دست بیاریم تا بتونیم این بازی ها انجام بدیم. اولین زغال سنگام میتونیم الان میتونیم با این زغال سنگ هم مسئله درست کنیم ولی من نگرشون دارم. ای گربه نرو شکنر برو. بله بی من برو. ما قراره کار خودمون رو بکنیم ولی نه واقعا گوشتو باید با مسئله جا بزنیم. این بازی واقعا بازی قشنگی. من همه شما پیشنهادش میدم بذارید اینجا رو دیگه اینجوری بریم. کلنگ چوبی هم قوی شده. قبلا به این قوی نبود. یکم جلوتر میکنیم. یه دونه میذاریم از این مشعله. دوستان نبود و گفتم دیگه حتما ویدیو رو کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو هم لایک کنید و دانلودش کنید و به دوستاتون پیشنهادش بدید. اگر مثل چند وقت دیگه من میخوام یه دونه لایو بذارم ببینم یا همون استریم بذارم و با هم همین ماینکرافت رو بازی کنیم و نمیدونم چند وقتی ولی هنوز فعلا مدت شو چی میگفتم بهش انتخاب نکردم ولی حتما همین مدت شو میگم که کیه و اگه بشه شما هم بیاید با من بازی کنید تا تنهایی بازی نکنم در این مپ خیلی بزرگ و سروایو. این دو طبقه‌ای بریم بالا میگم پایین بدتر نیست. اون زمین من میگم مثلا نداریم قاره جلو نه قار نیست. اینجا رو تا آخرش همشه میخوام یا رو بکنم که اگه یه وقت که آهنی به دست بیاریم و اچیومنت یا همون پیشرفتا رو به دست بیاریم. مال آهنش هم ویدیو الان چقدر شده؟ کم شده ولی آره 14 دقیقه سازه. این ویدیو هم تا 33 دقیقه بعدتون میرم. حتی سریع باید کار کنیم ما سریع. حتی باید شانس داشته باشید تا این سریع کار کنید ولی ما سریع به دنبال آهن میگردیم.
آها از این سنگو کنده کنم به این اچیومنت هم داد. بله نمیدونم این سنگم اچیومنت دارن، اگر همشون میکنده و همشون رو با خودم میبردم. حس مونم اگه اینجوری پیش بریم به هیچی نمیرسیم، چون خیلی الان بالایی. بعد یکم بیایم پایین، ارتفاع هست کم باید. ها مسئله همونم داره ولی تموم میشه. تموم نمیشه، داره جون کلنگمون تموم میشه. مسئله به اندازه 5 تا داریم ولی کلنگم الان چند دقیقه دیگه میشه ترکید. بریم. و بازی واقعا قشنگ شده. و به شما حتما این بازی رو پیشنهاد میکنم. یه بار گفتم یه بار دیگه میگم این بازی رو حتما انجام بدید. اگه انجام ندید باختید، چون بازی واقعا قشنگه. و یه چیزی که بهتون الان میخوام بگم، ببینید اگه با تبر اینجوری کنید، این دکمه دستی بگیرید و کلیک راست موس رو بزنید، ببینید چه اتفاق میفته. این ایرنگی میشه و اینو به درد این میخوره که اونو بسازید. حالا من اینو وای نکن، این پرتش مونه تو آتیش. به نظر تو آتیش میره الان؟ نه ولی من بهش نیاز ندارم. دوستان خیلی هم زود گوشنمون میشه در این بازی. از این کمان پولیا از این قاطنین خیلی نام کامناشون در سر داده و مثلا پیشنهادش نمیکنم بهتون. کلنگ سنگی دیگه لطفا اگه بشه این قسمت ها دیگه اصلا من میگم این قسمت رو به غار ربطش ندیم و بریم خونه بسازیم. چوب نداریم، بریم چوب دارم من احمقا. ببین یکم از اینا درست کنیم. 2 تا تبر، 1 و 2 نه بعد از همه اینا برای یه دونه تبر، اینم برای 2 دونه تبر. 1 دونه انار، 2 دونه انار. شما این پس مخابه نامردیه. الان میگه شب شما فقط میتوانید بخوابید ولی ایشون الان اونجا دراز کشیده داره خواب میخوابه. این نامردیه. آقا جون ما که در حال مرگ است. یک عدد نان بخوریم. اینجا شروعشانش منیه. ای بابا این قسمت رو اصلا نباید به غار ربط بدیم چون خیلی طول میکشه اگه بخوایم الماسی چیز پیدا کنیم. خب دوستان الان بنده اومدم تو بخوابم. تو بازی گفتم از اونجا تا اینجا رو یکم کات کنم که شما راحت تر داریم که آخر اومد دستیم. الان خیلی چیز زیاد داریم. بذارید اینجا رو همه تبدیل کنیم به تخت چوب. تخت چوب شدن؟ نه شدن. همه اینا رو تخت چوب کنیم. شد 6 تا تخت چوب. ما بازم باید ادامه بدیم. 6 تا اینجا هم میگم درخت کاشتم. این درخت دیگه اینجا بودم کندمش، نهالش برداشتم. این چند دیگه هم کاشتم چون زیاد انداخت و ما باید این نهالش هم دوباره نهالش دوباره بگیرم. این درخت واقعا نهالش پر برکت چوب به من میده عزیزم. ولی فکر کنم تو آپدیت جدید بازی از روی اینا چوب میریزه و من یادم میشه فکر کنم همجوری بود. حالا فکر کنم اینجوری بود. نهال به ما یه دونه داد.
اینجا میذاریم. آها اینم اینجاست. این یکم همجایی که اینجا بود میذاریم. اینجا سیب اینجا سیب دار. این سیب دیدم. سیب تا بایده میون سیب بعدن بهش طلا میزنیم و طلاییش میکنیم. یه سیب طلایی خوشمزه میخوریم. اینجا کلی نهال کاشتم. بذاریم نهال رو برداریم. این یکی رو ما اینجا میکاریم. بریم میگم چوب بازم جمع کنم. یکم برم باز چوب جمع کنم. چه جمله. بریم میگم چوب جمع کنیم و رسیدم به چوبا. نه ویدیو رو فعلا کات نمی کنیم که نه میخوام وقت ویدیو کم باشه. خیلی زیاد واقعا. بذارید درخت‌ها رو کندم و کاشتم. ویدیو رو ادامه میدیم. خب دوستان بنده برگشتم و بریم 17 چوب جمع کردم ولی اونجا جا 2 تا درخت رو کندم ولی نهالوش نچیدم چون اینجا نچیدم ولی چون اینجا نهال زیاد چیدیم. سلام داداش. اینجایی که شما رو برسید. شما چی به من میفروشید؟ گل یه مرال 10 تا آجورا. خیلی خوب میدی. ببینید با سنگ به ما چی داشت. قلب سنگی از این تیکه قلبه ها گیریم. چه قلبه چیزی ممنون دستگاه. بریم. دویدنم یاد گرفتم با نمیدونم ولی حالا انگلیسی زیاد بلد نیستم. یعنی کم بلدم. برای همین دکمه‌شون نمیتونم بهتون آموزش بدم. و دیگه دکمه استو زدم. راست من این بازه هنوز دکمه‌هاش به دست نیومده. برای همینه که من یکم دکمه رو قاطی پاتی میزنم و اشتباه. چون که من هنوز بازی دستم در نیومده. یعنی چون همیشه دارم رو ایکس باکس بازی میکنم و روی ایکس باکس یا بیشتر وقتا دارم جی تی ها بازی میکنم. برای همین کنترل‌های جی تی ها با ایکس باکس خیلی با کنترل‌های ماینکرافت کامپیوتر فرق داره. آقا چند بار ما میسوزیم. من فکر کنم الان دیگه خاکامون اندازه باشه. اینجا رو ما باید بکنیم این گلا رو. اینا رو بزنیم جا. ای بابا بدید. ما قرار اینجا یه خونه ترتمیز بسازیم. خونه بزرگ و تمیز. گلا رو هم بعد از اینجا جمع کنیم. بعدا میبرمشون یه قسمت دیگه. الان ما این گلا رو با خودمون میبریم اینجا. مثلا نه مثلا چند تا گذاشت؟ یه دونه 2 تا گذاشت. کامل 2 تا کارینا داریم. یکم گل هست. نه اینجا رو بیسون بود. بیسون یادم زب بیسون چه درخته بکن. کلا هرچی نزدیک بیسم باشه خونه خرابش میکنم. حالا اینجا رو ما باید با بیل یکم هموارشون میبره. هموار یکم خاکای اینجا رو جمع کنیم تا بتونیم خونه بسازیم. اینجا که بتونم برای خودم چه بدونم اگه سطح درست کنم میام اینجا برای خودم میدونم استخر درست میدونم. توی استخر هم ماهی میندازم.
ای گرگی گربه جان میاو میاو نکن من میزنم. ما اینجا رو باید کامل خاک کنیم. فهمیدید؟ نه نکن. وای اشکال نره. اینم از بیس ما. حالا از چوبایی که کندیم استفاده میکنیم. از اینا 14 باید داد. اشکال نداره. اینجا رو ما از کجا تا کجا بکنیم؟ از اینجا. عرضش الان خوبه از نظر خودم. طول و عرضش اینجوری دوست دارم. اینجوری خودم خوشگل میشه. بعدش هم زیرشو چوبی میکنیم یا همون پارکت میکنیم که پارکت کنیم واقعا خیلی خوشگل در میشه. ای اصلا یکم سخت با این مسئله کار کردن اونجوری، چون ببینید رو زمین گذاشتمش شد. حالا اگه بشه مود RL Craft رو میذارم براتون با اسکای بلاک که قبلا گفتم بهتون دربارش. RL Craft سخت این ماینکرافت جهانه و خیلی سخته و مثلا آب باید توش بخوری و خیلی بازم سخته و چوبا رو اینجوری نمیتونی بذاری مثلا روی کرافتینگ تیبل اینجوری چندشو به استیک. نه مثلا این تیکه چوبا رو بذاری زمین با تبر بشکن چون تبدیل میشن به اسنیک یا همون تیکه چوب بله. یا مثلا چوب معمولی رو میذاری سر جاش با تبر میکنش و با مشت نمیتونی همین درخت بکنی. با یه اول که باید با یه وسایل خاصی درست کنی. اگه من بازی رو انجام بدم براتون واقعا آموزشش رو میذارم و یاد میدم که چی باید مثلا بود. اصلا در خونه رو یاد ما رفتم. اینجای در میذاریم. از سختی داشتم حرف میزدم در خونه رو یادم اومد. خونه بدون در نمیشه. با اینکه این قسمت باید میرفتیم به غار ولی من اینجا رو الان خراب برنامه غار رو به هم زدم و بجاش میگم یه خونه کوچولو برای خودمون بسازیم با یه مزرعه حیوانات که البته وقت ندارم. بذارید من اینجا رو پر کنم. بذارید چقدر شده 28 دقیقه. بذارید من اینجا رو پر کنم بعد برمیگردم. خب دوستان بنده برگشتم و اونجا رو کاملش کردم. الان بیایم یکم از این مزارعمون سر بزنیم. مزارع گل و بلبل. نه اینا که گندم هنوز نمیدونم رشد کردنشون چجوریه چون اینجا گفت تا حالا این ورژن بازی ها هیچ وقت انجام ندادم. یادم رفته رشد کردن. آها شلغم ها هم که الان رشد کردن. گیلاس ها شلغم بده. شلغم ها ببینید دونه دارن میفهمید و اله زی هویجون. هویج هم کمی داریم دیگه از این گیلاس تا نخوردم. توته خوشمزه بود. بد نبود. در خونمو باز میکنم. آقا بیدار شو. آفرین جه من خوابیده. جه اینجاست. برو اینجا. چیه؟ چته؟ لان بلاک من کو؟ اینو ما برمیداریم. بله این بود. معلوم دیگه میریم غذا جمع کنیم. اختابوس رو واسه چیکار مونه؟ باشید الان گندماتون آماده است. من یکم گرو کنم. گندم آماده است.
گندماتون رو با خودم میبرم، ولی به جاش دوناشو میکارم. حداقل یک دونه گندم برشون نگه داریم. مردم بیچاره این اینا رو میریم میکاریم دوباره. ببینید ما هویجران یک مزرعه دارم ولی برام کمه، برای همین این هویجا رو میکنم. اینجا شده اینجا رو من براشون الان میخوام درو کنم و روشون از این دونه ها میکاریم. من تا جایی که میدونم باید اینا رو پرت کنیم اینجا تا خودشون بیان بردارن. آره تا جایی که میدونم پرتشون باید بکنم تا اونجا تا خودشون برن بردارنش و ازش استفاده کنن. ای بابا این مسئله روانیم کردن، کجا رفت؟ این کار میخواستم بکنم، خیلی حال میده. اگه ردستون راستی دارم، اگه آهن پیدا کنیم ردستون که با همون امرالدی که از اینجا به دست آوردم و با یک کسی فروختمش به دست آوردم، بعدش ردستون خریدم. اگه بتونم آهن به دست بیاریم که بریم یعنی قار که زیاد کار انسان دوستانی هم نیست، میتونیم یه دونه قطب نما درست کنیم. با قطب نما هم با نیشکرم نقشه بذارید، نیشکرامو برم خونه بیارم و برمیگردم. خب دوستان الان بنده برگشتم، نیشکرام هم با خودم آوردم، اینجاست. اینا رو ما اینجا میکاریم. مرد، اومد از آب خارج شد مرد. به چیزه ندیده و نشینه، چه عجیب. خب من برم اون نیشکر، من برم اون نیشکر رو بیارم و برمیگردم. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دقیقا نزدیک 33 دقیقه شد، بذارید 33 دقیقه شد. آره دیگه، وارد کانال من شید، کانال من رو سابسکرایب کنید و اگه تا چند وقت دیگه زمان لایوی که میخوام بذارم و اگه بشه یه کانال آپارات میگم توی کانال، یه کانال چی میگم بهش، یه کانال اینستاگرام برای خودم میسازم که بله برای خودم میسازم تا نوشتار توش مینویسم که قرار ساعت چند این لایو رو بذاریم، یا مثلا قراره بذاریم یا قرار نیست بذاریم، یا مثلا شما هم میتونید بیاید با من بازی کنید و نمیتونید. ولی بالاخره تا ویدیوی بعدی خدا حافظ همتون.